کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به گزارش خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری خبر داد که شب 4 اکتبر سال 2023 ساعت 9:31 دقیقه به وقت محلی در قلمرو جمهوری تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. مرکز این زمین جنبی همگی در 7 کیلومتری جنوب و شرقی شهر دوشنبه در حدود نویه رودکی جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکز آن 3 بال و در شهر دوشنبه 2 بال را تشکیل داده است. زمین در ساعت لرزید که اکثر مردم در خواب بودند. با این وجود بسیاری از ساکنان پایتخت نوشتند که لرزیدن زمین را حس کرده از خواب بیدار شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در گزارشش گفت خوشبختانه این آفت یگان خسارات به جا نگذاشته است و کسی هم بر اثر آن آسیب ندیده است. زمین لرزه شب 4 اکتبر علاقه سومین زمین لرزه در حدود تاجیکستان در 2 شبانه روز آخر است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روزهای 2 و 3 اکتبر سال 2023 در شرق تاجیکستان 2 زمین لرزه شدت اقتدارشان 5 و 4 از 10 بال طبق جدول ریختر رخ داده است. مرکز هر دو زمین لرزه در موضع قرقنجه، یک نقطه اهالی نشین با 2800 اهالی در نویه لخش در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با قرقیزستان جایگیر شده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود.